سلام به رفیقای خودم. قهوه رو زدم، موز رو زدم، مولتی ویتامین رو زدم. ساعتم نزدیک 9 صبح. دارم میرم تمرین کنم. تغذیه‌مونم که توی ویدیوهای قبل دیدین سالم کردیم، سیگار رو گذاشتیم کنار و همینجوری هر ویدیو داریم خودمون رو بهتر میکنیم. یه پادکست هم الان شنیدم از چنل واو ساکسس، 1-2 ساله دارم محتواشو رو نگاه میکنم. خیلی مفیده، خیلی روی مغزتون و توسعه فردیتون تأثیر میذاره. امثال این کانال رو دنبال بکنید، خیلی براتون مفیده. بریم تمرین کنیم، دیر شد. بچه‌ها راستی لایک اگر ویدیو رو بکنید خیلی به دوستان دیگه هم پیشنهاد داده میشه. اگر البته ویدیو رو دوست دارین و محتواش مفیده براتون، حمایت کنید. 4 تا حرف حساب و 4 تا آدم حسابی دیگه هم مثل خودتون میشنون. مرسی. از بس من تو رو با هم نیده. رفتم تمرینمو کردم. تو باشگاه یه پیرمرده اومده بود، خیلی پیر بود. پیر از اینایی که عشقشو دارن و فاز جوونی دارن. یه جوری یعنی من 1/4 اون داشتم میزدم. از زیقی به مربی اینجوری میکرد مکمل و اینا. من چی بخورم؟ من مربی اینجوری کرد حاجی شما همون غذا بخور فقط. فکر کن 80 ساله یه پاشم میلنگید. نمیدونم چرا این کارو میکنن. به نظرتون درک نمیکنم این موضوع رو که بعضیا چرا پیر میشن فکر هنوز احساس جوانی رو دارن. تو خانوما این موضوع بیشتره. اینکه ورزش میکنه دمت گرم، ولی حاجی آسیب نزن به خودت. تو اون سن مثلا میگن 50 به بعد تو اصلا نباید حتی زیاد بدوی، ضربان قلب بالا، بدن نمیکشه، مخصوصا با این لایف استایلی که ما داریم. تقریبا میشه گفت یه سالی بیکارم. تو این یه سال من تصمیم گرفتم این کانال رو بزنم که هی رو خودم کار کنم، بهتر کنم و بچه‌ای هم که در کنار منن اگر دوست داشتن میتونن خودشون رو بهتر بکنن. چون این روزا همش محتوا یا سرگرمیه یا محتواهای زرد و آموزش‌های غلط زندگیه و همه فکر میکنن واقعا اصل موضوع اونه. چون تو هر چی کثافت‌تر باشی ویوت هم بالاتره. مثلا ما رو می‌بینی ویو نمیخوریم، لایک نمیخوریم، کامنت نمیخوریم. یه پادکستی هم که امروز شنیدم اول ویدیو بهتون گفتم، داشت میگفتش که آقا زندگی شما قبل از 40 سالگی فقط آزمون و خطاست. تا 40 سالگی سعی کنید سعی سالم زندگی بکنین که وقتی به پختگی میرسید و زندگیتون شروع میشه بتونید هندل کنید اون موفقیت هایی که بعد 40 قراره به دست بیارین. اصلا نگران نباشید اگر تا 30 سالگی 35 سالگی اتفاق خاصی براتون نیفتاده، چون روال دنیا همینه. سوشال مدیا و مجازی و اینستاگرام و یوتیوب و اینا بعضی وقتا اطلاعات غلط هم بهتون میدن. این نون باگت میدونی توش قراره چی بیاد؟ آقا من اینو برای مهمون گذاشتم من سیگار نمیکشم. مرغ و قارچ و خامه و یکم پنیر پیتزا و نمک و فلفل و ادویه کاری. انقدر خوشمزه شده و برق نیست. باشگاه برق نبود، برق اومد آخرای باشگاه. الان اومدم خونه برق رفت. یه ذرم چیپس بهش میزنم. اسپانسر ویدیومون چیپس مزمز نیست. اون شورمزگی چیپس باحالش میکنه و یه ذره کریسپی بودن یا همون این صدایی که میده. آقا این چه رفتاریه که ماها هممون داریم که نمیتونیم تفاوت آدما رو درک کنیم؟ این که مثلا آقا یه نفر علاقش اینه که گوشواره بندازه، یه نفر علاقش اینه موهاشو بلند کنه، موهاشو کوتاه کنه. سال 2025 یه ذره بکشیم بیرون از هم دیگه. به قول تتلو چقدرم دلم براش تنگ شده. فیلم سوپر داری؟ داداش شما فیلم سوپر داری؟ فیلم سوپر داری؟ ما از تو خونمون باید شروع بشه. اگر در شرف ازدواج یا ازدواج که یا بچه کوچیک داری، آقا بذار راحت باشه. عقده از همین چیزا شروع میشه دیگه. یکی موش بلنده، یکی قدش کوتاه، یکی قدش بلنده، یکی گوشواره میندازه، یکی آقا علاقه داره اصلا به گلارایی، مرده. من میفهمم که تستوسترون فلان علاقه داره. ببین من خودم نمیپسندم، ولی نمیرم بگم تو چرا داری این کارو میکنی. از نظر من اصلا بذار اینجوری بده. از نظر من کسی که مثلا یه حرکتای خانومانه‌ای میکنه پسره مشکل داره. ببین این نظر منه، یعنی منم دوگمم، اما نمیرم بگم. اینو بپذیریم. تو باشگاه مثلا یه نفر پیرس داره، هی نگاه نکنیم، بوی گند نده. ببین چیزایی که آزار میده دیگرانو ما باید درست کنیم. من از خودم شروع میکنم، یعنی به شما جسارت نمیکنم، شما همه بلدین. من چون گاوم به خودم میگم این کارو بکنی دیگرانو آزار میده. پسری که همش لای زناست به نظر من اوب داره. منو که آزار نمیده، من نمیرم بهش بگم چرا اوب داری. داشته باشه 10
x10 اوب داشته باش. مشکلی که خیلی‌ها با LGBT ها دارن، LGBTQ، این کیوش نمیدونم چی، اگه میدونید تو کامنت بهم بگید. مشکلی که مردم با LGBT ها دارن اینه که اینا ترویج یه سری چیزا میکنن. چون ببینید به خاطر تنگنایی که ما تو ایران داریم، به خاطر اون خفقانی که هست، به خاطر الان دیشب ویدیوشو میذارم، گرفتم یه تیکه، 3-4 تا پرشیا جمع شده بودن، اینا این ته برای خودشون بزن به رقص میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این انرژیشون رو خالی کنن، به خاطر اینکه تنگنای خفقان مأمور بیاد میگیره، رفته بودن یه جا دور هم جمع شده بودن. چقدرم دلم سوخت واسهشون. مشکلی که بیشتر جوامع با این تراجنسیتی، فراجنسیتی، نمیدونم چیه دقیقش، با اونا دارن اینه که خیلیاشون واقعا به صورت هورمونی و به صورت علمی بدنشون مشکلی نداره، به لحاظ روانی نمیتونن با جنس مخالف ارتباط بگیرن، اداشو در میارن. من دور و برم تو سن پایینتر، مثلا شهرک غرب بودیم، جمع میشدیم و اینا، میدیدیم مثلا یه سری دخترها لزبیانن. چرا؟ گرایشی نداره، به خاطر اینکه تو خانواده‌اش مذهبی بودن، نمیذاشتن دوست پسر داشته باشه. دوست دخترش میومد خونه، میخواست نیازش و اون حال و حولش رو با همون بکنه، وگرنه واقعا لزبیان نبود. حالا پسرها هم همینطور، یه سریا فازشو دارن و اینو میان ترویج میدن. تفکر آدمی که یه ذره سطح دانشش کمتره رو میریزن به هم. برای همین من مثلا یه نفر میبینی دو جنسه است یا مثلا گرایش‌های مختلف داره، باهاش مشکلی ندارم، ولی اگه بیای دیگرانم دعوت کنی به این یا رفتارهای ناشایست، خب ببین اینا وقتی وارد رابطه میشن با همون آدم کمبوددار روانی، بدنش میطلبه، این روانش میطلبه، و یعنی به لحاظ هورمونی درسته این آدم، میان رابطه برقرار میکنن و هزار جور درد و مرض میگیرن. یعنی مشکل خیلی از جوامع اینه، و یعنی کسی نمیگه چرا تو مثلا دو جنسه‌ای، چرا تو مثلا لزی، چرا تو گی یا هر چیز. اگه یه همچین چیزی دیدی نگو وای نه، ما باید به هم احترام بذاریم. یزید اون مریض بشه یا اون تفکراتش بریزه به هم، یا بوی گند میدی تو باشگاه، به چی احترام بذارم؟ داری تا کنی گد شدی یا گردن بگی مس کرکودیلا، دوست داری فیت کنی یا مهمونی سکرت ویکتوریا. امروز اصلا با تو صحبت نکردم. یه ماهی سلمون با سس قارچ ما خوردیم، احتمالاً خوشمزه بود ولی اصلا سلیقه من نبود. یعنی من قندم افتاده، گرسنه بود. ظهر بلند شدم، بعد خیلی حالم بد بود دیروز. ظهر بلند شدم گرسنه، ماهی سلمون با سس قارچ. سیفودی نیستم، غذا دریایی حاجی، من خورش بازم. الان یکی میگه بابا اون مثلا 10 میلیون پولش. آره داداش، من غذای 100,000 تومانی مزاقم سازگاره به خدا. بعد غذا 100 تومانی 200 تومانی خورش قیمه، خورش مثلا یه جا بریم کباب بختیاری هم باشه، من قرمه سبزی میخورم. ما یاد نگرفتیم اینجوری لاکچری زندگی کنیم، چون بچه بالا شهر نبودیم که. اینو میخوام بگم، خودم یه مایه ماکارونی با برنج، حالا واویشکا هم میگن بعضیا، مایه ماکارونی با برنج ما میگیم، درست کردم، خیلی خوشمزه، با یه برنج خوب خوردم. وای خاک رفته تو صورتم. تو برو بستنی بخر، سر کوچه بیا، همینقدر راحت بری رابطه جنسی داشته باشی. باز هم دوست دختر خواهی داشت. با عقاید امروز تو شاید یه آدم 20 ساله بگه بله، یه آدم 30 ساله تو 20 سالگیش میگفته بله، الان بگه نه. میخوام ببینم نظرت چیه، بگو بهم. چون ببین ما دنبال دوپامینیم دیگه. دوپامین سکس هم طبیعی ترین دوپامینه که مقدارش هم بیشترینه. از اون بیشتر هست ولی مواد مخدره، نمیدونم هزار تا چیزی که اینجا فکر کنم اسمشو بیارم داستان شه. چون یه سری‌ها گفتن آره توجه ما می‌خوایم. این توجه هاست، این که حس می‌کنم یه بیماریه، تو دنبال توجه باشی. یکی میگفت پیشش امنیت داشته باشیم. چرا تو خودت نمیتونی امنیت خودتو برطرف، یعنی برطرف نمیشه امنیت خودت میتونی تامین کنی، خود واقعیت باشی، زندگی کنی، لذت ببری. چرا حتما باید ازدواج کنی یا وارد یک رابطه خاصی بشی؟ میدونی میخوره کرونا که دیگه این حرفا نیست، رفته تمام شده. نه گم میخورن اونا مزخرف. کتاب 11 دقیقه رو بخونید، خیلی مفیده. متوجه میشی که جهان بر پایه چه چیز مسخره‌ای داره میچرخه و فکر و ذکر مخصوصا مردا چیه. بریم پایتخت ببینیم. دوری هم بیرون زد، باید سه دوری هم بیرون زدیم، سریع آمدیم خونه. سلام علیکم.
آقا من بچه که بودم موهام که بلند میشد مامانم میگفت اخلاقت بد میشه. واقعا هم انگار همین جوریه. شنیدی میگن یارو با خودش طرفه، با خودم طرفم. بعد این هی دست میزنم به موهام، هی موهام چرب میشه، هوا هم گرمه. کولر سفارش دادم گفت شنبه میاد. حالا تا شنبه، امروز دوشنبه است. این ویدیو رو اختصاص میدم به همین موضوع که آقا بعضی وقت نمیبینی منو اینجوری، بعضی وقت آدم با خودش خوب نیست دیگه. حالم خوب نیست آقا، کسلم، کدرم، برم یه ذره موهامو کوتاه کنم. فکر میکنم به خاطر اینه که من همیشه درآمد داشتم و الان مکانیزم بدنم عادت نداره به اینکه آقا انقدر پول محور زندگی نکن. چون الان دارم کاری که همین این که الان در کنار شما هم کاریه که دلم میخواسته همیشه، با یه موضوع آقا، موضوع کسب درآمد، موضوع آموزش اینستا، آموزش یوتیوب، نمیدونم محتوای فان، شوخی. الان خود واقعی با مود به مود شدن و حالای بد و خوبی که دارم در کنار شما، همین چند نفر محدودی هم که دارین منو میبینین حال منو خوب میکنه. الانم زنگ زدم آرایشگرم، یه بار دیدینش تو ویدیو اول. دارم میرم الان دوباره موهامو بزنم. راستشو بگم من امروز باید صبح میرفتم باشگاه هم نرفتم. آقا یه درسی زندگی بهم داده، یه آموزشی بهم داده. چی میگی کسخل؟ ولی دارم با خودم میجنگم، چون برنامه 404 من خودسازی بود نه پول سازی. من خیلی زندگی پول محوری داشتم و این پول داشت زندگیمو خراب میکرد، چون فقط پول. خودمو فراموش کرده بودم. جهان امروز همش تو مخت میکنه پول. عقب نمونی، ماشین لوکس اینو ببین، دختر زیبایی که در کنار این پسر راه میره رو ببین. همش اینجوری شده، ذهن تو مقایسه گر میشه. یه ذره بیا از این فضا بیرون. من یه اخلاقای بعد دیگه ای هم داشتم همیشه. یکیش این که با هر آدمی آشنا می شدم، وارد رابطه می شدم، مثلا بعد از چند وقت حس می‌کردم که دیگه چیز جذابی برای هم نداریم، یعنی سیر می شدم ازش. مثلا دراگ می زدم، مودیم کرده بود، یا همون سیگاری که می کشیدم. و الان مدتیه که اینا رو گذاشتم کنار، چند وقتیه خیلی کمتر مود به مود میشم، ولی کسلیم بیشتر شده. حس می‌کنم دارم یه چیزایی رو پس میدم و این ورزش کردن و اینا سرعت پس دادنشو بیشتر میکنه. و از اون ور یه ذره باید هی بخوابم، هی ریلکس کنم، هی به آرامش اعصابم برسم تا از این مود به مودیه در بیام، از این پوچیه در بیام. دیشب داشتم به دوستم گفتم که الان اگه من واقعا بمیرم، یعنی بخوابم دیگه بیدار نشم. این که مثلا یکی پراید داره میخواد پرایدشو کنه بنز، یعنی آپگرید کردن آرزو. یعنی تو آرزو رو داری، میخوای بهترش کنی، هی آرزوهای جدید برات میاد. من ولی واقعا هیچ آرزوی دیگه ندارم، یعنی خستم، نمیدونم چجوری بهتون بگم. ذهنی، فکری، حوصله خودم هم ندارم. دوست دارم واقعا بخوابم همش. نمیدونم هم چرا اینجوری شدم. چون این چالشایی که داریم انجام میدیم بهترم بکنه. واقعا هم خیلی بهتر شدم، چون عمیق بودن حال بدم خیلی کمتر شده. جهان امروز و سوشال مدیا و این مقایسه ها و همش تکاپوهایی که داریم اینجوریمون کرده. شاید در گذشته آدم یه کاری میکرد، یه پولی در میومد پیش زن و بچه‌اش، پیش خانواده‌اش، و انقدر ساده بود این زندگی، حالا بهتر بوده. چه بنز تمیزیه. یه وقتایی هر کاری میکنی حالت خوب نمیشه. دوش آب سرد میگیری، ورزش میکنی، پیاده روی میکنی. یه پرانتز باز کنم، خیلی وقتا به خاطر ناراحت کردن دیگران حالت خوب نیست و تو میتونی بری ازشون دلجویی کنی، عذرخواهی کنی، صاف بشه توت. میدونی چی میگی؟ صاف بشه توت که یعنی درون تمیز بشه، سفید بشه، از اون سیاهی در بیای. ولی یه وقتایی میبینی این کارم میکنی حالت خوب نمیشه. مثل الان من هر کاری میکنم حالم خوب نمیشه. حالا الان دارم میرم موهامو بزنم، شاید باز اوکی بشه. باید رها کنی. طبق تحقیقی که من کردم، صحبتی که با هوش مصنوعی انجام دادم، ماها به خاطر زندگی امروزی که داریم، تکنولوژی که الان هست و اون مقایسه کردنه، هی حس میکنیم عقب موندیم. چند نفر از شما این احساسو دارین؟ چون منم عین خودتم این احساسو خیلی تو زندگیم دارم که عقب موندم، عقب افتادم. ولی به این سطح از آگاهی رسیدم که آقا این غلطه. باید قدرت رها کردنشو داشته باشی. یعنی با خودت بگی آقا میذارم پیش بیاد. من الان بدنم میخواد بخوابم. بدنم ببین وقتی هر کاری کردی نشده، نه که مثلا یکی 40 سال همینجوری زندگی کرده، نه، اون یه بیماری داری، یه مشکلی داری. ولی بعضی وقتا واقعا قفل میکنه مغزت. دلت نمیخواد از رو کاناپه بلند شی، از رو تختت بلند شی. رها کردن باعث میشه که ریکاوری بشه مغزت و یه جایی خودش میگه خب پاشو این کارو بکن. و اون موقع بلند میشی و میبینی
امروز چقدر حالم بهتره از این ماراتونی که همه ما انسان ها با هم داریم. بیاین بیرون، پیش اومدن خیلی قشنگه. از این مسیره میگن لذت ببری، اجازه بدی حال خوب پیش بیاد. چرا تو پشت دیپی؟ چه خبر؟ نکن آقا. خوشتیپ شدم خدایی. مرسی. اون کی بود اون بر؟ شک نکن الان تو بهتره حالت از من نمیدونه جاتم گرفت بدون شب به خیرت مردار رو میشنسی؟ باشه شیک بزن معنی های مختلفی در جایگاه های مختلف داره. به خر مثلا میخواد دیگه چت جفتک میندازی میگه اوها. بعد ترکا هم یه همچین چیزی دارن به اسم اوها، ولی خب اینو برای اینکه خر جفتک بندازه نمیگن، برای اینکه مثلا خیلی مثلا یه باسن بزرگ میبینن خب مثلا گنگاشون تو ویدیوهاشون مثلا اوها، یعنی پشمام ریخت. تفسیر اشعار مرده. باسنیه که تکون میخوره تو کنسرتاش. من کنسرتش رفتم دیگه، کلن کون محوره. مثل شمپاول میمونه دیگه. شمپاول یادته تو؟ شمپاول یادت نی؟ اسمی نمیشناسی، ترکی میشناسی. مشتاقاتش. آقا سلام علیکم و رحمت الله. امروز انقدر حالم خوبه، اون نتیجه‌ای که میخواستم بگیرم و گرفتم. میخواستم ببینم که این رها کردنه که راجبش تحقیق کردم چقدر جواب میده و واقعا جواب داد. 7:30 صبح من بیدار شدم، دوشمو گرفتم، قهوه‌مو زدم. ببینین تا آخر هفته میمونه رومون یا نه. موهارم کوتاه کردیم، راستی دیدین اصلا هیچ نظری ندادین ها. خیلی آدمای بی‌ذوقی هستین. یه چیزی بگید بابا قشنگ شد. ما دلمون به همین چیزا خوشه دیگه. یه دقیقه صبر کن. پس وقتی رها میکنی خودش یه جا میاد در میزنه میگه بلند شو تشریف ببر بیرون از اون حال بد. ما اول ویدیو قرار بود چیکار بکنیم؟ چقدر حالم بد بود. رفتی ببینی 2-3 روز پیشو. این دست خودت نیست. من روتین درستمو داشتم، حتی حال نداشتم برم تمرین کنم. ولش کردم ببینم کی حال خوب میشه. دیشب ساعت 12:01 خوابیدم. رفتم سر ساختمون دیروز، دوستمو دیدم، همون رفیقم که موامم پیشش میزنم. بریم یه تمرین مشتی بکنیم. بیایم بریم نریم. یخچالم خالی بود. الان رفتم گوشت خریدم، مرغ خریدم، نمیدونم. آها راستی یه خبر باحال. اولین فن پیج یوتیوبمونم یه بنده خدایی زد، دمش گرم. ویدیوهامونو داره میذاره اونجا. بتونم یه ایونتی بذارم، هم یوتیوبرای باحال و با استعداد و خوش انرژی و آدم حسابی رو دعوت کنم، هم همه شماهایی که دارین نگاه میکنین. کاش برسه روزی که یوتیوبرای خفن اونوریمون مثل یوتیوبرای مورد علاقه من، ایمان، کوروش، میا، آریا کوکسر بیان تو ایران و بتونیم در کنار همدیگه عشق و حال کنیم. واقعا لاو به همشون. بچه‌ها چطورین؟ تریپ میریپ خوبه؟ دارم میرم اینجا یه چند تا مغازه ببینم. این چرا کجه؟ من از وقتی که یادمه آدم زدوبندکاری بودم. یا چشم به این بود که کی ملکمو میخرن. یه سال چشم مالوندم، دخلم خالی بوده، مال داشتم نمیتونم آجر رو بکنم بخورم که. یا چشم به ویو و پیجم کی میره بالا و کانالم کی میره بالا و میدونی همش تو استراب و استرس، همش هم درآمدهای خوبی داشته واسم. من هرچی دارم از این داستانا، ولی خستم واقعا. دلم میخواد مثلا یه مغازه داشته باشم. درست مثلا اجاره میگیرم، ولی خب مثلا اون اجاره کمه. مثلا 15-20 میلیارد توی تهران مغازه نمیدن، ولی شاید مثلا اطراف کرج و این چیزا یه مغازه‌ای بدن. بری مثلا اونجا بشینی، یه کاسبی را بندازی. الان نه، من الان که بیزنس خودمو دارم، برای 40 سالگی به بعدم که دیگه جونشو ندارم تو مدیا کار کنم، چون واقعا انرژی میگیره و شاید واقعا حال نداشته باشم دیگه هی 10-20 میلیارد 30 میلیارد 50 میلیارد مثلا درگیر بکنم
کنم، یه سال بشینم ساختمونه بره بالا چشم بمال، حالا کی میاد بخره. بازار ببین عدد سنگینه واقعا. اون کاسبایی که در مغازه‌شون یه مغازه خوب دارن نشستن 500,000 1 میلیون 400,000 2 میلیون از دست مردم پول میگیرن ریز ریز، ولی روزانه دخل دارن، خیلی حال روحیشون بهتره. الان هم نمیخوام کاری بکنم، من یک سال دیگه یه دونه ساختمونی داریم میسازیم که تموم بشه، میخوام مثلا یه مغازه‌ای بگیرم نرم حتی خودم توش کار کنم. من که الان دارم وقتمو میذارم روی یوتیوب کار میکنم، خیلی هم حالم باش خوبه. برای 40 سالگی به بعدم یعنی دارم آینده نگری میکنم. نمیدونم اسکلم یا نیستم، اما هی دارم میسنجم. شاید مغازه بگیرم، شاید خرید فروش ماشین بکنم، شاید نمیدونم چیکار کنم. الان دارم میرم چند تا مغازه ببینم. الان 2 روزه زدم به دنده بیخیالی، اما دوباره هی تلاش میکنم که برگردم به اون حالت عادی، اما فشار نمیارم به مغز خودم. هر کسی یک تاریخچه‌ای داره زندگیش، یه سری فشارها رو تو زندگیش تحمل کرده. مثل من برای کاری که کردم که خودم از بیپولی نجات بدم، فشارهای عصبی رو تحمل کردم که بعضی وقتا اینجوری مود به مودم میکنه، یعنی یه روز خوبم یه روز بدم. دارم میرم تمرین کنم، پنجشنبه است با خودم لج کردم، گفتم خب نه، تو ول کردی این هفته، در تایمی که دیگه همه دارن میرن حال کنن تو حال نکن، تو برو ورزش کن. چون یه تایمی که باید رها میکردم که ریلکس کنم، مثل دیروز مثل پریروز، کاری که باید انجام میدادم و ندادم، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اون خیال راحتیه که خب استراحتتو کردی. یا من نمیدونم چند نفر از شما مثل من میخواین نسخه بهتری از خودتون باشین، چون این کانال واقعا به درد اون دسته بالا نیاریم. اگه میبینید تعدادتون کمه یا ویوها کمه، به خاطر اینکه تعداد آدمایی که واقعا میخوان پیشرفت بکنن خیلی کمه. چرا رفتم موامو زدم؟ چرا ریشامو زدم؟ چرا سیبیلمو زدم؟ چرا هی میخوام تغییر ایجاد کنم؟ برای اینکه مثل یه فندک هی میزنی یه جا اون آتیشه شعله ور میشه و ممکنه دوباره قطع بشه. دوباره این کارو بکن. یعنی شما استمرار روشن کردن آتیش درونتون رو نباید از دست بدین. من میفهمم شاید هی بزنی روشن نشه، خسته میشی، برو استراحت کن. مثل من که 1-2 روز استراحت کردم. یه سوالی دارم، میخوام ببینم چند نفرتون به جوابی که میدین فکر میکنین. شما چند درصد احتمال میدین که بتونین 1 میلیون دلار پول در بیارین تو 1 سال؟ معمولا جواب 1%، 2%، نهایت 5%. حالا اگه بگم پدر، مادر، خواهر، برادر یا همسرتون خدایی نکرده فوت کنه و شما اگر 1 میلیون دلار در بیارین این اتفاق نمیفته، چند درصد احتمال میدین؟ خیلی از جوابا الان میشه 100%، 100% میتونی. پس چگونگی مهم نیست، چرایی مهمه. اگر از خوابت بیدار نمیشی، اگر شروع نمیکنی، هی فندک نمیزنی که یه جای این آتیش روشن بشه، برای اینه که دلیلی براش نداری. اگر دقت کنید از اقشار فقیر جامعه آدمهای پولدارتری به وجود میان تا از اقشاری که معمولی ان، به خاطر اینکه چاره‌ای ندارن جز اینکه موفق بشن. پس حتما باید یک دلیلی داشته باشین، یک دلیل محکم که هر روز به خاطرش از خواب بیدار بشی. نمیگی حالا بذار اینستاگرامم چک کنم، بلند میشی انجام میدی. پس نذارید دنیا مجبورتون بکنه در یک سنی که انرژیشو ندارین. خیلی‌ها هستن که با گفتنشون شما رو آگاه میکنن. منم اولین کانال یوتیوبی میشه گفت هستم که دارم گفته‌های دیگرانو انجام میدم. اگه دوست داری نسخه بهتری از خودتو بسازی، این کانال همون چیزیه که به کارت میاد. تو این چند روزی گذشت خیلی تلاش کردم واقعا بتونم مدیتیشن کنم، اما نشد. عوضش کلی لذت بردم از زندگیم. دوستم اومد با هم دیگه تلویزیون دیدیم، فیلم دیدیم، پایتخت رو دیدیم، جوجه کباب درست کردیم. خودم یه مرغ ترش درست کردم که خیلی خوشمزه شد. اصلا فکرشو نمی‌کردم چون از خودم در آورده بودم. اصلا کاری ندارم که چند نفر از شما دارین ویدیوهای منو می‌بینین و واقعا انگیزه می‌گیرین، اما همین یه دونه 2 تا پیامی که فعلا دارم می‌گیرم، آقا ما هم شروع کردیم مثل تو، ما هم سیگارو گذاشتیم کنار، ما هم ورزش شروع کردیم، ما هم تغذیه‌مون رو سالم کردیم. با کلاس زندگی بکنیم، لاکچری زندگی بکنیم. لاکچری بودن فقط به پول داشتن نیست، به تفکر سالم، بدن سالم و لایف استایل خوبه و همینطور رابطه سالم با آدم درست حسابی. بریم تمرین کنیم که دیر شد. ببینید حتما فصل 2 یه قسمتش اومده، یعنی من اینجا یه قسمتش شده الان میبینم که اومده، خیلی خفنه. یه سریال دیگه هم از مابلند، اونم میبینم تام هاردی بازی کرده. پستای قبلی بریم ببینیم. من بازی میکردمش، الانم هنوز بازیشو تمام نکردم.
نه اوکی همین فقط می‌خواستم تست کنم. دمت گرم. امروز رفتم لاینای نوری زیر کابینت اوکی کردم، خریدم، آوردم، زحمت کشیدن، دوستان برقکار اومدن، لطف کردن، کاراشو انجام دادن. فقط اینکه آقا ما وقتی کاسب میشیم، یکی میاد یه چیزی ازمون میخره، استفاده نکرده پس میاره، دنبال جایزه نباشیم دیگه، پس بگیریم. جایی که باهاشون کار میکردم یه چیزی رو استفاده نشد آوردم پس بدم، 1 میلیون هم پولش بود. نه دیگه ما فروخت. گفتم این پلمپ هنوز چرا پس به یکی دیگه میفروشی؟ پس گرفت. البته پسش دادم ولی خب دل چرکین کرد دادم. بیشتر تنها هم کلا تو زندگیم اینجوریم. با شما حرف میزنم، حالم با شما خوب میشه، حس میکنم شماها آدمایی هستین که خیلی نزدیکین به من و احساس متقابل داریم. تو هم حس میکنی من برادر کوچیکتم که دارم باهات حرف میزنم. جاتون خالی. پاستیل چند نوشابه است. پاستیل یه نوشابه نیست، پاستیل چند نوشابه ایه. تو میدونی که من فانتا بازم. مثلا سریا دیدی کوکاکولا دوست دارن، من فانتا بازم.